الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. موضوعی که من امروز میخوام تقدیم بکنم تحت عنوان اصول و مبانی سیاست جنایی هست. سیاست جنایی یک مفهوم جدید در حوزه علم حقوق و علوم سیاسی هست که بیشتر در بخش‌های یا در حوزه‌های جرم و جزا و علوم جنایی به کار میره. پیش از اینکه در مورد مفهوم سیاست جنایی و در مورد کلیت این مقاله بگویم، این مقاله در ژورنال علمی پوهنتون سلام نشر شده و شما میتونین که به شکل سافت و به شکل هارد ایره به دست بیارین، به وبسایت پوهنتون سلام مراجعه بکنین و از ژورنالی که به شکل صحافی چاپ شده میتونین از او هم استفاده بکنید. در مورد سیاست جنایی اولین مفهومی که باید در اون مورد صحبت شود مفهومی است تحت عنوان سایکل یا دوره سیاست جنایی. دوره سیاست جنایی به این معنی است که هر جامعه‌ای که میخواهد ارزش‌ها را بر خود مقرر بکنه و علیه او کسایی که ارزش‌ها را رعایت نمی‌کنه باید پاسخ‌های لازم داده شود. این مقرر کردن همین موضوع را به نام دوره یا سایکل سیاست جنایی میگن. دوره یا سایکل سیاست جنایی یا دوره جنایی به سه قسمت تقسیم میشه که قسمت اول از این را به نام تعیین ارزش‌ها میگن یا مشخص سازی هنجارها. ما کدام ارزش و کدام هنجار و کدام معیاری که در اجتماع به ما مهم است او را میخوایم که تعیین بکنیم و همه جامعه را به سوی او فرا میخوانیم که همه مردم او را باید به عنوان یک ارزش در نظر بگیرن و متخلف او ارزش را به عنوان یک فرد متجاوز و جامعه علیه او شخص بیاین واکنش نشان بدن. اگر به این دید میخوایم یک موضوع را به عنوان ارزش مطرح بکنیم، باید این ارزش در بین جامعه به معرفی گرفته شود و گفته شود که این موضوع و این موضوع و این موضوع ارزش هست. مثلا در جامعه ما و شما دین به عنوان یک ارزش بسیار مهم در زندگی ما و شماست و این باید در جامعه ما و شما خب به شکل واضح و آشکار معرفی شود که جز از ارزش های ماست و نباید کسی علیه این ارزش تجاوز بکنه و تعدی بکنه. دومین مورد در این دوره و سایکل جنایی او قضیه تخلف از ارزش هاست. ما باید تخلف از ارزش ها را مطرح بکنیم و این را به شکل واضحش به جامعه معرفی بکنیم. چی کسی متخلف شناخته میشه، چی کسی مجرم شناخته میشه. ما کدام شخص را باید بیایم بگوییم که این ارزش ها را زیر پا کرده، پامال کرده و او شخص متخلف هست. باید این خصوصیات و مواصفات این شخص را و این فرد را هم ما باید در جامعه معرفی بکنیم. و سومین مورد از این دوره سیاست، دوره جنایی یا سایکل جنایی است که وقتی کسی میآید ارزش را میفهمه که ارزش هست در جامعه و او را زیر پای میکنه و او ارزش را نادیده میگیره و او متخلف شده، جامعه در برابر از او چگونه واکنش نشان میده؟ طبیعی است که وقتی که ما جامعه میگیم، جامعه دو نوع واکنش را علیه این شخص متخلف می داشته باشه که او یک نوعش نوع شکل ابتدایی و شکل اولیه واکنش هست که جامعه در مقابل او متخلف نشان میدن که معمولا او نشان میده که یک شخص در کدام محیط بزرگ شده، کدام مسائل در نزدش به عنوان ارزش مطرح هست و عوامل فرهنگی، عوامل محیطی، عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چقدر به این شخص مؤثر بوده و تاثیرگذار بوده. و نوع دومش واکنش است که توسط نماینده های جامعه اعمال میشه. او هم میفهمیم که نماینده های با صلاحیت جامعه در یک مملکت، در یک جامعه همان دولت می باشه که دولت میآید این واکنش ها را اعمال میکنه و به نمایندگی از جامعه پاسخ شخص متخلف را میدن. سیاست جنایی میآید امی دوره و امی سایکل را میخواهد تحت پوشش خود قرار بده که از این که چی چیز ارزش هست تا این مرحله که در مقابل متخلف کدام واکنش ها باید
اعمال شود و چگونه پاسخ برای شخص متخلف داده شود، کل از این احتوا میکنه و در بر میگیره. سیاست جنایی در ابتدایی ترین وضعیتی که این مفهوم وارد علم حقوق شد، برای اولین بار در سال 1803 میلادی بود، این 1803 میلادی که این لفظ مطرح شد. در ابتدایی ترین تصور از مفهوم سیاست جنایی بود که سیاست جنایی یعنی سیاست جزایی، یعنی همو جرم و مجرم و جزا و چیزا معادل بود با سیاست جزایی. اما آهسته آهسته امروزه ما شما میبینیم که در کشورهای مختلف این مفهوم یک بستر کلانتر و یک چتر بسیار بزرگتری از سیاست جزایی هست. سیاست جزایی که ما از او تعبیر میکنیم به این کلمات که جرم است و مجازات است و مجرم هست، اما در سیاست جنایی فراتر از این ما تعبیر میکنیم که شخص متخلف است و شخص تخلف را انجام داده و بعد در مقابل از او چی پاسخهایی را یا چی واکنشهایی را جامعه میتونه داشته باشه. خب این قضیه خیلی مهم است که ما باید این را بفهمیم که سیاست جنایی هم برای تخلف و هم برای واکنش هایی که مردم علیه یک عمل ناپسند اجتماعی نشان میدن، اما از اینکه دولت در مقابل از واکنش نشان بده یا نه، کل این مفهوم را در بر میگیره. در عموم سیاست جنایی که امروزه تعبیر میشه در دنیا، در علم حقوق سیاست جنایی تعبیر میشه، اویی است که ما باید روش هایی را در نظر بگیریم که در ابتدا زمینه های ایجاد تخلف را، زمینه های ای که جامعه بره به سوی تخلف و به سوی متخلف شدن او باید برداشته شود. یعنی از کجا شروع میشه؟ از تربیت فردی، تربیت فامیلی، تربیت اجتماع. از این شروع میشه که یک جامعه ساخته باشیم که عاری از چی باشه؟ عاری از تخلف و متخلف و این قضا باشه. بعد به صورت استثنایی بریم به طرف چی؟ به طرف ای که دولت بیاید به نمایندگی از جامعه پاسخ بده در مقابل اون شخصی که متخلف است. در عموم ما اگر بخوایم در مورد سیاست جنایی معلومات کسب بکنیم، ایست که سیاست جنایی یا به شکل سختگیرانه تر می باشه. او به این معنی است که معمولا حکومت ها وقتی که رأس حکومت ها بدونی از اینکه جامعه در اون قضیه دخیل باشه، وقتی که تغییر بکنه، معمولا این سیاست های سختگیرانه می باشه. بسیار سیاست های تند و تیز و سخت می باشه و ارزش ها را این کتله از مردم معرفی میکنه و جامعه که جامعه این ارزش ها است و شما باید از این مطابقت بکنین و اگر کسی مطابقت نکرد متخلف است و مجرم. اگر رأس حکومت از خواست و اراده اکثریت عام مردم باشه، در این صورت ارزش هایی که تعیین میشه و یا ای که واکنش هایی که در مقابل اون متخلف صورت میگیره در اون مردم دخیل می باشه و او برآمده از متن جامعه می باشه. امیدوار هستم که یک مفهوم کوتاهی را از این مقاله و خدمت شما تقدیم کرده باشم. دوستان و عزیزایی که میخواستن به شکل تفصیلی و معلومات بیشتر در این مورد کسب بکنن، میتونن که به مجله علمی پوانتون سلام مراجعه بکنن و به شکل تفصیلی مقاله را در اونجا مطالعه خواهند کرد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.